کلاه قرقل نماد زیبایی و رسوخ در بین کهنسالان شهر کابل است. هنگامی که آن را به سر می کنند با اعتماد به نفس به نظر می رسند. اما مرحله نهایت غم‌انگیز در ساخت این کلاه نهفته است. هنگامی که برای قرقل به دنیا می آید حلالش می کنند و یا حتی قبل از به دنیا آمدن گوسفند مادر را حلال کرده و بره را از شکمش بیرون و سر می برند. خلیفه سلیم مدت 55 سال می شود کلاه قرقل می دوزد. وی مراحل ساخت کلاه قرقل را چنین بیان می کند. پوست قرقل کسته که از پوست گوسفند است. این پوست گوسفند میمنه، مزار، قندوز، همین سمت شمال ما پوست زیر گوسفنداش میزه میتن داش آشگر میتن کاش کنه. آشگر کاش کرد باز بعد از او از آش که برآمد تراش میشه، شوشته میشه، باز ده بازار برای فروشات مانده میشه و هر کس خوش میکنه یک دونه پوسته برش کلاه جور میکنه. پوشیدن کلاه قرقل از زمانهای قدیم در بین شهروندان کشور مروج بوده و بیشتر شاهان و کارمندان دولت آن را بر سر می کنند. پوست قرقل به رنگ‌های مختلف بوده و بر علاوه کلاه قرقل از آن جمپر و چپن نیز می سازند. این پوست کستک رنگ‌های مختلف داره. کبوچه است، سور است، شتوری است، سیاه است، ابرش است، شکری است. و از این پوست قرقل کلاه نیک بلکه بالا پوش هم ساخته میشه، جمپر هم ساخته میشه، یالان زنان هم ساخته میشه. پیش از این می پوشیدن. مردم های خارج هم که می آمد یگان بالا پوش فرمایش میداد، یالان فرمایش میداد، جمپر فرمایش میداد. حالا خارجی هم اینجا نیست که بخره و بیاده، داخلی هم قوت خریدن نداره. در گذشته قرقل بازار خوبی در افغانستان داشت و حتی به کشورهای دیگر از جمله فنلند، جرمنی و روسیه صادر می شد. اما فعلا به دلیل کاهش صادرات و ناتوانی مردم در خرید بازار آن چندان رونق ندارد.